Ai besumino te balsa jawo moda dar sumna done ma balake kalon dar kore bore apidase. همه شما احترام خواهش میکنم که به همین فرزند ما یاردم کنین. Moda tu tajarohi mesho. دو فرزندی مرا جلوی میکنه. السلام علیکم مردم و خواهران گرامی، خوب است انشاءالله الله حفظتان کنه. مردم و خواهران گرامی، از یک شما خواهش میکنم لایک، کامنتار و همین نوارا چی قدر میتونه با دیگران روان کنید. همون لایکی که ما و شما میمونیم، همون کامنتاری که ما و شما مینویسیم، انشاءالله سبب میشود که همین ویدیو را یگان برادر یگان خواهر دیگر را میبینند. یعنی سببی کار خیر میشیم. یعنی ما شما را به یگان کارهای بد دعوت نکردیم، به کارهایی که یک مادر، یک خواهر، یک برادر احتیاج داره مجبور میشه با ما و شما مراجعت میکنه، کمک میخواه و برای ما واجب میگرده که همون برادر، خواهر، همون اپای کسی باشه نباشه کمکش کنیم و ما سبب شویم که همون مصیبتی که بالای سر شما است مصیبت را دور کنیم انشاءالله. با مردم مهاجر، با مردم دست بخیر. من صلح و بختگل مادر سریا. Ai besumino te balsa jawo moda dar sumna done ma balake kalon dar kore bore apidase. همه شما احترام خواهش میکنم که به همین فرزند ما یاردم کنین. Moda tu tajarohi mesho. دو فرزندی مرا جلوی میکنه. وقتی که این فرزند ما سال بود، همین سریا 5 سال پدرش بیمار بود، دوران زدگی خواب بودن، پدرشون بانی میکردن، نگهبین میکردن. پدرشون گذشت با این فرزند ما خیلی بیمار شده. ما دیگه سن سالی ما رفتگیه که قوی کاری ندارم که ما کار کنم و اینا توابت کنم. همه شما خواهش میکنم همچون مادر کمک خود رو به همین فرزند ما رسانید. شکر الله مهربان. وقتی پدرش بیمار بود همین دختر بانی میکرد، نگه میکرد پدرشم. 3 سال پدرش در جگه خواب بود، خسته بیشتر نمیتونید. همین دختر بانیمون میکرد، نگهمون میکرد پدرشم. روی خاطر پدرش ده و شوهر نرومد تا وزیر گشت پدرش بانی کرد. هزار بار شکر خدا، خیر خدا من نگهبان شو همه بنده را. شب درست فرزند من خامونه میشینه تا سحر، من و قطار فرزند میشینم. فرزند من نگاه میکنم که چی حال داره، چی روزه. تا سحر نگاه میکنم، خوابش نمیبره، نفسش میگیره. آسان نیست که در مثال اکرانی هر یک کسی شما برای از برای الله خداوند و همه بیماری من فرزندی من کمک کنید. خداوند کل بیماری دینا را شفای کامل ده، اون جمله فرزندی من خدای شفای کامل عاجل ته. پروردگار کریم نگهبان شو همه بنده را، یگان بنده درد غم نبینه پروردگار. تکش خواهش میکنم به طرف نباشه کی چی قدر میتونه 10 روبل، 20 روبل، 100 روبل قدرت به توانایی. مردم و خواهران گرامی، فردا عید عرفه است و اجر و پاداشش به حد زیاد است. 100 روبل، 200 روبل به فکر ما یگان جای ما کم نمی شود و میدانیم که در حدود روسیه به نهایت مردم ما را، مردم مهاجر را عذاب دادستند و دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این مصیبت از بالای سر مردم مهاجر ما، مردم تاجیک ما دور کنند ان شاء الله. دعاگو باشین، دعا را فراموش نکنید در حق ما نیز و به طرف نباشین. این مادر به نهایت حالش بد است، والله مجبور شده است که دما مراجعت کرده است. حقیقتا ما بردیم روان کردیم والانتیرها دیدن، حقیقتا میگن که حالتشون بد است و امکانیتی طبابت و امکانیتی جراحی کردن نداره. یک گرده باشد با یک گرده میتونی که یک ایسوس روای کنی که اگر 2 گرده سبحان الله از چی مونده باشد، از کار مونده باشد، دیگر علاج نمییابید که یک کمترک خیزی راه گرد یا چی کنی. در عذاب است مقصد. به طرف نباشین. الان نگهبانتان باشه. سلام علیکم و رحمت الله.